کانال فن و ابتکار خوش آمدید. سلام دوستان، امروز صبح که خواستم با ماشین برم بیرون، هر کار کردم ماشین استارت نخورد و همینطور که میبینید استارت تق تق صدا میداد و شروع کردم به باز کردن استارت. اول 3 تا پیچی که استارت رو روی موتور نگه میداره رو باز کردم. دوستان اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما لایک و کامنت یادتون نره. سپاسگزارم از شما. حالا برای اینکه راحت دستم به استارت برسه لوله‌های هوا رو باز کردم. بعد از باز کردن کابل‌های پشت استارت رو کشیدم بیرون. حالا به وسیله باتری امتحانش کردم. متوجه شدم که اتومات استارت سالمه و موتور استارت کار نمیکنه. اولین جایی که به ذهنم رسید باید بررسی بشه زغالک ها بودن. پس دریچه زغالک ها رو باز کردم. حدسم درست بود، زغالک ها کوچیک شده بودن. چون روز تعطیلی بود به لوازم دستکی جهت خرید زغالک دسترسی نداشتم. 2 تا تیکه لاستیک نرم برش دادم و روی زغالک ها گذاشتم و فنر رو جا زدم تا زغالک ها بیشتر فشار بخورند و استارت به کار بیفته تا در یک زمان مناسب زغالک ها رو تعویض کنم. حالا دریچه رو بستم تا استارت رو امتحان کنم. خدا رو شکر راه افتاد. حالا دوباره کابل های پشت استارت رو وصل کردم و استارت رو سر جاش بستم. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. حالا تمام قطعات رو سر جاش قرار دادم و بستم. امیدوارم این ویدیو براتون جالب توجه باشه و اینم نتیجه کار که عالی بود. سپاسگزارم از همراهیتون. کانال فن و ابتکار.